احتمال زیاد اگه داری این ویدیو رو میبینی تا الان چند تا بیزنس مدل مختلف رو امتحان کردی ولی هنوز نتیجه خاصی نگرفتی. کاری که من میخوام بکنم اینه که همه اطلاعات پیچیده‌ای که تا الان این ور اون ور بهت دادن رو بزنم کنار و بهت یه دونه راهنمای گام به گام و ساده بدم تا بالاخره باهاش بتونی پیشرفت کنی و امیدوارم که باهاش به سطح ایلان ماسک برسی. اولین قدم اینه که تو یه روش درآمدزایی خفن انتخاب نکنی. آره درست شنیدی. تا حالا همه سیگماهای اینترنت بهت گفتن که باید وارد دراپ شیپینگ بشی، وارد فارکس یا کریپتو بشی و ارزهای مختلف و آنلاین بخری و ازشون سود ببری. ولی واقعیت اینه که هنوز پول خاصی در نیاوردی و دقیقاً نمیدونی که واقعاً چی میخوای. پس باید هر جور که شده شروع به پول درآوردن کنی. من خودم 2 سال تمام پشت این میز و صندلی نشستم و برای مردم ادیت ویدیو و عکس انجام دادم و این دقیقاً همون چیزیه که به همتون پیشنهادش میکنم. خب ادیت ویدیو واقعاً پول زیادی ازش در نمیاد. از $50 $20 شروع میشه تا نهایت دیگه $100 یا تهش دیگه $1000. ولی چیزی که به من یاد داد این بودش که چجوری وارد دنیای کانتنت کریشن بشم. دقیقاً همون چیزی که الان کل پولم داره ازش در میاد. اولش رایگان کار میکردم فقط برای یاد گرفتن، ولی خب کم کم پولم در اومد از $10 $20 و نهایتش تا آخرش دیگه رسید به $100 یا تهش دیگه $200. اگه هم حال ادیت ویدیو نداری یا آدم خیلی خلاقی هستی میتونی طراحی برای مردم انجام بدی. به هر حال مهم نیست، هر چیزی که دلت بخواد میتونی انتخاب کنی. فقط این نکته مهمه که اولش باید زمان تو با پول معاوضه کنی. همه کسایی که باشون کار کردم به هم کلی چیز ارزشمند در مورد بیزینس یاد دادن. این تجربه ها چیزی نیستش که توی دوره آنلاین، توی کتاب یا توی کلاس یادش بگیری. فقط وقتی تو میدون باشی به دستشون میاری. اوایلش باید کلا فراموش کنی زمان چیه. واقعا باید وقتتو خرج کنی برای کار، چون همین وقتی که میذاری بعداً برات تبدیل به کلی پول میشه. بعد از 1-2 سال هم با آدمای معروفتر و پولدارتری کار میکردم، هم پول بیشتری ازشون میگرفتم و اینجاها بود که کم کم یاد گرفتم چجوری میشه واقعا یه کار واقعی رو خیلی تمیز مدیریت کنم و بچرخونمش و همین باعث شد این کارامو ول کنم و بیزینس خودمو بزنم. پس اگه سیگماهای اینترنت بهت میگن شغل 9 صبح تا 5 عصر برای بازنده هاست و آخر خطه، بلاکشون کن. چون تقریبا همه آدمای خودساخته بزرگ اوایلش برای بقیه کار کردن و یاد گرفتن و غرورشون رو گذاشتن کنار. حالا فرض کن که چند سال توی یه کار خدماتی هستی. کاری که باید بکنی اینه که از آدمای اطرافت استفاده بکنی. خیلی حواسشون نیست ولی همین دوستای ادیتور یا طراحی که توی این مرحله پیدا میکنی قرار میلیونرهای آینده باشن. خنده‌دار به نظر میاد ولی خیلی از رفقایی که تو اون دوره باشون کار میکردم الان دارن 10 ها یا 100 ها میلیون تومان در ماه در میارن و این آدما دقیقاً مثل تو دنبال موفقیتن. پس نگهشون دارو باهاشون پیشرفت کن، چون که بعدن که میری جلوتر و پول خیلی زیادتری داری در میاری پیدا کردن آدم واقعی سخت‌تره. یکی از چیزایی که به من خیلی کمک کرد یادگیری آگاهانه بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی کارفرما به هم یه نکته‌ای رو میگفت، مثلا میگفت فلان چیز رو تغییر بده، من میومدم کاملا روش فکر میکردم که الان این چه دلیلی داشت که کارفرما به من گفت باید این تغییر رو ایجاد کنم. اینجوری وقتی خودم تیم گرفتم دقیقاً همون نکته ها رو به کار بردم. تقریبا مثل یه کد تقلب میمونه. تو رفتی توی یه سیستم حرفه‌ای و همه رازاشون رو دزدیدی و حالا داری خودت استفاده میکنی. وقتی که چند هزار دلار ذخیره و پس انداز کردی، حالا وقتشه که حرکت کنی. از یه کارمند ساده به یه بیزینسمن. سوال اصلی اینه کدوم بیزینس رو انتخاب کنم؟ خب راستش جواب قطعی وجود نداره چون همشون جواب میدن. دراپ شیپینگ، ترید، یوتیوب یا هر چیز دیگه. و مهم اینه که تو چی استعداد و علاقه داری. برای من کانتنت کریشن یا همون یوتیوب بودش و احتمال زیاد برای تو هم همینه چون الان داری این ویدیو رو میبینی. مزیت اول یوتیوب اینه که الان همه چی داره دقیقاً به سمت کانتنت کریشن میره. برندها دیگه پول تبلیغات نمیدن، خودشون محتوا میسازن. آدمای خیلی زیادی همین الان توی یوتیوب هستن که دارن ماهانه بین 50 تا 500 هزار دلار ماهانه در میارن و اگه فکر میکنی که حتی یه تیکه کوچیک از این کیک هم نمیشه برای تو باشه، سخت در اشتباهی. و همین مستر بیست رو ببین، برای هر ویدیوش میلیون ها دلار خرج میکنه و میگه که یوتیوب آینده است. وقتی مستر بیست اونقدری مطمئنه پس منم مطمئنم. سوال، با چهره شروع کنم یا بی چهره؟ خب من حقیقتا خودم بیشتر پولمو از محتواهای بدون چهره در آوردم.
یعنی فقط یه صداگذاری و ادیت توش مهمه. این مدل هم برای یوتیوب شورتس جواب میده، هم برای کانتنت های بلند و هر دو میتونن برات پولساز باشن. و اینجا اولش باید سخت کار کنی، اما به مرور زمان میتونی یه سیستم بسازی که دیگه لازم نباشه هر روز کار کنی و برات پول بسازه. و دقیقاً اینجاست که میلیونرها یا حتی بیلیونرها ساخته میشن. یعنی وقتی که تو میخوابی ولی هنوز داره برات پول چاپ میشه. وقتی که تازه کانالتو شروع کردی باید سریعاً ارتباط سازی و شبکه سازی بکنی و بهترین جا برای ما ایرانیان کجاست؟ قطعاً اینستاگرام، تلگرام و دیسکورد. توی این فضاها کلی آدم وجود داره که هر روز دارن توی سوشال مدیا و کانتنت کریشن فعالیت میکنن و تو اگه بتونی برای خودت یه تیم 4-5 نفره بسازی، اینجوری پیشرفت کردن خیلی راحت تر میشه تا اینکه بخوای تنهایی پیشرفت کنی و بیای بالا. و یادت باشه پول واقعی فقط از یوتیوب ادسنس نمیاد. ادسنس همون تبلیغات اول ویدیو یا بین ویدیو هستش. پول فقط از اینجا نمیاد. خیلی وقتا محصول یا دوره‌ای که میفروشی 10 برابر ادسنس برات پول میسازه. مثلا یه دوست خارجی رو میشناسم که یه کانال یوتیوب داره توی حوزه سلامتی و این شخص حدوداً داره بین 1000 تا 2000 دلار از ادسنس یوتیوب در میاره، اما از دوره‌ها و محصولاتش داره بالای 10,000 دلار در ماه در میاره. پس کل مسیر سرراسته ولی آسون نیست. باید وقت بذاری، قفل بشی روی کار و ادامه بدی. نتیجهش خودش میاد. و اگه ویدیو برات مفید بود خیلی ممنون میشم که سابسکرایب کنی.